سوالی 14 از فیزیک. در اینجا اکنون گرافیک نسبتی سرعت نسبتی وقت داده شده است و از اینجا سوال چی است؟ در 20 ثانیه ماشین چقدر مسافت رو طی میکند؟ یعنی در این 20 ثانیه میبینیم که حرکت منتظم است، یعنی عوض نمیشد. یخی با 30 متر ثانیه حرکت میکند. شما میتونید اینا آسان‌تر، یعنی چی است؟ سرعت برابر مسافت طی کرده تقسیم وقت است. از ما مسافت طی کرده میپرسد، یعنی من سرعت رو با وقت باید ضرب کنم. از اینجا سرعت من چند است؟ 30 متر ثانیه است ضرب وقت 20 ثانیه برابر 600 متر راه رو طی میکنم. یا اینکه نگاه کنید دیگر، اگر شما سرعت نسبت وقت داشته باشد، شما این سوال رو اگر شما روی تکرار بپرسد همچون مساحت کار کردن میتونید. اگر گرافیک داشته باشد، نگاه کنید این مساحتی 4 کنجه، این مساحت و چی برابر است؟ 620 ضرب 30 600. باید بار دیگر تکرار کنید. اگر به شما این سوال با گرافیک داشته باشد و اگر شما سرعت نسبت وقت داشته باشد و از شما روی تک کرده بپرسد، شما میتونید با یوری مساحت کار کرده توانید از روی گرافیک. در سوال نوبتی 28 باز همین چی داشته است؟ سرعت نسبت وقت داشته است. باز میخواد که جسم دوم رو در 10 ثانیه اول چقدر راه رو طی میکند میپرسد. یعنی شما میتونید در ثانیه اول باید با روی فرمول روید. فرمول چی بود؟ مسافت تقسیم وقت. از ما مسافت میپرسد، سرعت ضرب وقت برابر مسافت میشه. سرعت ما چند است؟ 10 ضرب 10 این برابر به 100 متر است. یا اینکه با یک بار دیگر چه کار میتونستیم؟ همچون مساحت. اگر شما نگاه کنید مساحت در گرافیک در بچه لازم است. در اینجا مثلا از جسم یکم میپرسید. مسافت طی کردن جسم یکم در 8 ثانیه اول چند است؟ اگر به شما این سوال میپرسید، در اینجا سرعت عوض شده، زیاد شده است و در اینجا مساحت خیلی کار شما رو آسان میکنه. اگر شما در همین نمود گرافیک پرسد که مسافت طی کرده جسم یکم در 8 ثانیه اول چند است، شما میتونید با آسانی این مساحت رو تا 8 ثانیه کار کنید. مساحتی 3 کنجه میشه و از اینجا ما میبینم چند است. این چند تا 16 زیاد میشه، اینجا 16. این سوالی علاوگی است. جسم یکم، سرعت جسم یکم 16 است. مسافت طی کرده او تقسیم وقت در 8 ثانیه. یک مونم برای همش فهمون شود. شما با این فرمول کار کردن نمیتونید. این مسافت رو چه کار میکنید؟ همچون مساحتی 3 کنجه، یعنی 8 ضرب 16 تقسیم 2 از روی گره متر رویم. اگر این به چند برابر؟ 64. یعنی مسافت طی کرده جسم یکم به 64 متر برابر می شود. لیکن از ما دوم رو پرسید که از سوالی بولونگی سوالی 14 یکم فرق ندارد، یک خیلی است. این مثال رو برای فهماندن مساحت استفاده بردم. باید دیگر همچون مساحت برای جسم دوم استفاده برده میتوانید.